بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، یکی از بزرگان تابعین مالک ابن دینار میگوید: من لم یأنس بحدیث الله عز وجل عن حدیث المخلوقین فقد قل عمله و عمی قلبه و ضیع عمره. امام بزرگواری تربیه و سلوک مالک ابن دینار که سخنانش سراسر حکمت است، پند است، در این حرفش ما را از بیماری های قلبی هشدار داده. بیماری غفلت، بیماری دوری از کلام خداوند، از سخن خداوند، و یا به تعبیر دیگر انس نداشتن با سخن خداوند، با قرآن کریم. ببینید وقتا انسان دیگری را دوست می دارد، به شنیدن سخن او لذت می برد، خوشش می آید، انس حاصل می کند، و اگر دیر باز سخن او را نشنود پزمانی حرف او می شود. پس بنده مؤمن نیز می باید نسبت سخن خدا چنین احساس، چنین عاطفه، چنین شعور داشته باشد، با سخن خدا انس گیرد و چون سخن خدا را نشنود پزمان شود. و اگر بنده به سخن خدا انس نداشته باشد، با قرآن انس نگیرد، حال او در خطر است. اینجا امام میگویند هر کسی با سخن خدا انس نداشته باشد، بیگانه باشد، یعنی برعکس به سخن مخلوق خوشش آید، لذت برد، ساعتها اگر سخن کسی را گوش کند ملال و خسته نشود، اما یک دم اگر سخن خدا را شنود، طولانی تر شنود، ناراحت شود، دلگیر شود. اگر امام اندک سوره درازتر خواند دلگیر شود، اما اگر ساعتها کسی دیگر حرف زند به ملال به یک لذت و خوشی میتواند گوش اندازد. این حال اگر در بنده باشد میباید حال خود را تجدید نظر کند، خود را دوا کند، علاج بخشد، خود را طبابت کند، چون که از نشانه های کمال ایمان این است که انسان به سخن پروردگارش انس داشته باشد و سخن خالقش را دوست دارد و از شنیدن سخن خدا خوشش بیاید، لذت برد، و چون سخن خدا را نشنود پزمان شود. امام میگوید هر کسی با سخن خدا انس نداشته باشد فقط قل عمله، عملش کم می شود. طبیعی است، دیگر پشت غفلت و پشت دنیا و پشت شغل دنیا می شود، از ذکر خدا، از یاد خدا، از تلاوت کلام خدا دور می شود، چون که انس ندارد، چون که در انجام این عمل دلتنگ می شود. راحتش در چیزی دیگر است که خود را به آنجا می افکند، به سخن له و بیهوده مشغول می شود، چون که از این گونه سخن لذت می برد، چون که نفسش بیمار شده، قلبش بیمار شده. اما دوای مفیدی که قرآن است، شفای قلبش است، از آن دلگیر می شود. و این حالی است که می باید بنده مومن خود را از این حالت بیرون سازد، از این بیماری خود را طبابت نماید. هر کسی به سخن خدا انس نگیرد و انسش در سخن مخلوق ها باشد، در سخن لهو و بیهوده باشد، فقط قل عمله، عملش طبیعی که کم می شود. نتیجه انس نداشتن به قرآن، به سخن قرآنی، به سخنهایی که منبع شریعت است، اگر انس ندارد، اگر دلتنگ می شود، طبیعی است که عملی صالحش نیز، عبادتش نیز کم می گردد. و عمی قلبه، و قلبش میگوید کور است، چشم قلبش، چشم بصیرتش کور شده. چیزی را چیزی خوش و زیبا پنداشته که به حقیقت زیبا نیست، خوش نیست، و آن چیزی که به حقیقت زیباست و خوش است و شفاست و دواست و نور است و رحمت است که کلام الهی است، آن را چیزی وزنی نمی بیند. چون این قلبی نابیناست، بصیرتی است که بصیرت نابینا شده. و ضیع عمره، و عمرش را ضایع کرده، عمرش را طبیعی. و ضیع عمره، و عمرش را ضایع نموده. یعنی نفری که به کلام پروردگارش انس نداشته باشد، بیگانه باشد و سخن هر سراینده و هنرپیشه انس گیرد، راحت و لذتش در شنیدن سخن هر سراینده و هنرپیشه باشد و از شنیدن سخن پروردگارش، خالقش دلگیر شود، طاقت شنیدن طولانی این سخن را نداشته باشد، البته که عمرش ضایع شده،
عمرش را در جای دیگری که نباید سپری کند سپری کرده و قلبش را با آنچه که نباید مشغول سازه مشغول نموده و در این قلب که می باید محبت این کلام را پر کند محبت سخنهای دیگری را پر کرده. البته که عمری چنین شخص ضایع شده است، عمری چنین شخص عمری بر هدر رفته است. بنابراین می باید انسان تعلقش، دلبستگیش به قرآن خیلی زیاد باشد. قرآن را باید خیلی دوست دارد و قرآن خیلی خود را نزدیک سازد، از نور قرآن روشنی گیرد، از هدایت قرآن برای خود کسب کند، راه زندگی خود را روشن سازد. قرآن تنها برای این نیست که قرآن را ببوسد و در آن بلندی گذارد، در بالای سر طفلش گذارد که برکتش به او برسد، و یا از این سال به سال دیگر در رمضان تنها قرآن کشاید و چند صفحه خواند یا یک ختم کند. نه، قرآن برای این نیست. قرآن برای این است که در هر روز ما، در هر ساعت عمر ما، در هر لحظه عمر ما حضور داشته باشد، با تلاوت، با حفظ، با تکرار، با عمل نمودن، با نشر کردن و آن را به دیگران رسانیدن. قرآن می باید محور زندگی ما باشد. زندگی ما می باید با قرآن رنگین باشد. خوردن و خفتن و رفتن و آمدن و نشستن و برخاستن ما می باید همه در قالب قرآن باشد. در این صورت می توان گفت که ما مؤمن حقیقی هستیم، پیروی قرآن هستیم. اما اگر ما قرآن را کتاب مقدس شماریم و قداست او برای ما تنها در این باشد که او را به وضو لمس نکنیم، نگیریم و آن را در بلندی گذاریم، اما حیات ما با قرآن نباشد، انس ما در سرود سراینده ها باشد، آشنایی ما، دیدار ما با قرآن از این رمضان تا رمضان دیگر یک مرتبه باشد، این مناسبت با قرآن مناسبتی ارزنده نیست، مناسبتی شخص مؤمنی راستین نیست. مؤمنی واقعی می باید هر روزش با قرآن آغاز شود، هر روزش با قرآن خاتمه شود، همه حیاتش می باید قرآنی باشد. قرآن می باید راهنمای او در همه امور حیات باشد. راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. بله، نفس انسانی در آغازها از قرآن احساس وزنی می کند، احساس خستگی می کند، احساس ملولی می کند، اما می باید مسلمان خود را ریاضت دهد در قرآن خوانی، در قرآن شنوی، در انس حاصل نمودن با قرآن. می باید صبر داشته باشد و نفسش را تبابت کند، ریاضت دهد تا آن زمان که نفسش مصفا گردد، قلبش از نور قرآن منور گردد و با این کتاب عظیم و شریف انس حاصل نماید. به امید حاصل گشتن انس با قرآن، به امید احساس نمودن لذت در حال خواندن قرآن، در حفظ و امان خداوند باشید.